سلام قشنگای من، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. بچه امروز میخوام که با شما یه دستور کیک خیلی راحت و خوشمزه رو درست کنم. اکثر مواد اولیه‌اش هم تو خونه همتون هست، فقط کافیه که از جاتون بلند شین و عصر سرد زمستونی و برفیتون رو به همراه یه کافه خوشمزه جذاب ترش کنید. همین وقتی که بوی کیک خوب تو خونه میپیچه، به نظر من اون موقع است که واقعا معنای زندگی واقعی تو خونه جریان داره. بریم با هم دیگه درستش کنیم. بریم. پیشخندم رو بستم، تلم رو گذاشتم رو سرم که تا حد امکان به مومم دست نمیزنم که موی اضافه ای نریزه تو غذا. فرمون رو اول از همه روشن میکنیم. این خیلی مهمه بچه ها، توی کیک بازی همیشه اولین کاری که بکنید برید فرتون رو روی اون دمای مورد نظر روشن کنید، به خاطر اینکه برای پف کردن کیک خیلی خیلی مهمه که فرتون حتما داغ باشه. خیلی خوب، بریم سراغ مواد اولیه. مواد اولیه‌ای که میخوایم برای کیکمون: 3 دونه تخم مرغ متوسط رو به درشت میخوایم. آرد میخوایم 1 لیوان و نیم یا 1 پیمانه و نیم. من لیوانی که استفاده کردم به عنوان پیمانه همین لیوانه فرانسوی 250 میلیه. پس آردمون شد 1 پیمانه و نیم که من 1 پیمانهش رو اینجا ریختم، 1 نصف پیمانهش هم اینجا دارمش. کره آب شده داریم، نصف لیوان یا نصف پیمانه، 1/2 پیمانه. من میدونی چی کار میکنم کره زودتر آب میشه؟ این لیوان رو میگیرم، توش میزان کرم رو میریزم و همون اندازه که همون موقع که فرم رو روشن کردم این لیوان رو میذارم داخل فر. یه 5 دقیقه میمونه، این گرمای فر رو به خودش میگیره و کره من خیلی زود آب میشه. 1 لیوان شکر، 1 لیوان هم شیر. خب مسلما اگه شیرش پرچرب باشه خیلی خوشمزه تر میشه. ما اینجا وانیلامون به صورت بسته‌ایه، من 1 بسته از وانیل استفاده میکنم و 1 بسته هم از بیکینگ پودر. الک دارم اینجا، قالب دارم. من این قالب رو انتخاب کردم این دفعه براش، به خاطر اینکه کیک ساده است، خیلی هم سریعتر و بی دردسر میپزه. من برای چرب کردن قالبم از یه اسپری استفاده میکنم. این اسپریش که خیلی بی دردسره. اگر اسپری نداشتید اصلا و ابدا اشکالی نداره، میتونید با روغن و آرد قالبتون رو نچسب بکنید، در واقع که کیک بهش نچسبه. اول یه مقدار روغن بزنید، اگر کره باشه خیلی خیلی بهتره. کره جامد و از یخچال در بیارین، دور قالبتون داخلش همه رو بمالین، روش یه مقداری برای خاطر جمعی آرد بپاشید. اگر از این اسپری جدا کننده ها دارین که چه بهتر، خیلی هم عالی. من همزنم هم از همین همزنای ساده دستی اینطوریه که اصلا از اون همزنای کاسه دار و اینا هم نیازی نیست. یه پیش دستی هم همیشه داشته باشین که یه وقتی میخواید قاشقتون رو بذارین داخلش یا صافی رو الک رو بذارید داخلش که کارتون تمیز باشه. همیشه یه کاسه خشک تمیزم برمیداریم و میریم سراغ شروع کارمون. برای شروع 3 تخم مرغمون رو میشکنیم داخل این ظرف. یه نکته دیگه هم که توی کیک پزی باید بهتون بگم که خیلی بهتون کمک میکنه که پف کیکتون زیادتر باشه، اینه که بچه ها همه چیزی رو سعی کنید توی دمای اتاق باشه، نه زیادی سرد باشه و نه زیادی گرم. 3 تخم مرغ شکوندم، 1 بسته وانیل بهش اضافه میکنم. میریم برای هم زدنش. داشتم میگفتم تخم مرغاتون رو سعی کنید مثلا از نیم ساعت قبلش توی دمای بیرون بذارید. اگر هم مثل من یهویی هوس کردین که کیک درست کنید، اصلا و ابدا مهم نیست. اصلش اینه که هیچ چیزی رو نباید به خودتون سخت بگیرین. بریم سراغ هم زدن تخم مرغ.
الان اینجا یه مسئله مهمی که من خودمم یادم رفت و خیلی مهمه که قبل از شروع کار این دوتا کار انجام بدیم، با همدیگه یادآوری میکنیم. شماره اول این بود که همیشه فرمون داغ باشه قبل از شروع کار، و شماره دوم این که قالبمون آماده و چرب باشه که ما یادمون رفت. خب من میرم سراغ چرب کردن قالبم. با این اسپری خیلی راحته، بهتون یاد میدم که چجوریه، به همین راحتی و به همین خوشمزگی. تموم شد. این از قالبم. قالب باید همیشه آماده باشه. خب دوباره میریم سراغ کارمون. تخم مرغ وقتی به یه اندازه رسید که از اون لختی در اومد و تقریبا با اون وانیله همگن شد، ما توی 2-3 مرحله شکرمون رو بهش اضافه میکنیم. خب قشنگای من ببینید رنگ تخم مرغ من کامل عوض شد، روشن شد و حسابی پف کرد. من اواخرش دیگه با دور زیاد همزن زدمش تا حسابی رنگش روشن بشه و پف کنه. الان چیزی که باید بهش اضافه کنیم یه خورده شیرمون، یعنی همه رو بهش اضافه میکنیم. در حد همین چند ثانیه فقط هم میزنیم که شیر با مواد مخلوط بشه و کره‌ای که آبش کردیم. این از این. همین قشنگای من، اگر میخواد کیکتون حرفه‌ای باشه و کیکتون خوب پف کنه، در همینجا از این همزن زیبا خدافظی میکنین، پرهاش هم در میارین، دیگه به هیچ نیازی ندارین. همزن برقیمون رو میذارین کنار. برای الک کردن آردمون شما حتما نیاز به یه همزن، بهش میگن ویسک، دارین. نمیدونم حالا به فارسی چی میشه، همزن پفکی، همزن ویسکی، هرچی. خب بیکینگ پودر رو باز میکنم. همیشه باید آرد رو با بیکینگ پودر مخلوط بکنین. اگه این کار بکنین خیلی بهتره. من خودم تنبلم و این کار نمی کنم، ولی حالا به خاطر شما من یه کمی کار میکنیم. یه کم بیکینگ پودر رو با آردمون مخلوط میکنیم و آرد رو تو چند مرحله بهش اضافه میکنیم. یه ذره اگه حوصله به خرج بدیم و هر یه ذره آردی که میریزیم کیک رو اینجوری به صورت دورانی همش بزنیم. بچه همیشه یادمون باشه که ما برای هم زدن کیک باید یه خورده ملایمتر و با لطافت‌تر رفتار کنیم و اصلا قرار نیستش که آش هم بزنیم. باید از دور ببینید همزن رو اینطوری بپیچونینش، بکشید وسط کاسه و کاسه رو بیارید بالا. این حرفه‌ای ترین نوع هم زدن کیک هست. خب مرحله بعدی من خودم خیلی به کیک پزی علاقه داشتم. همیشه از بچگی، از سن خیلی کم یادمه، شاید 12-13 سال دوست داشتم تو خونه درست کنم. به مامانم میگفتم
بیا بعد از با هم کیک درست کنیم. من مامانم گفت ولش کن، حوصله داری؟ سر کوچه‌مون هم یه قنادی خیلی معروف بود، بعد میگفت خب میریم اونجا میخریم دیگه، چه حوصله‌ای داری؟ و اینکه هیچ وقت ولی از این سر ذوق و شوقش نیفتادم و بعدش هم که خودم شروع کردم به کیک پختن و همه میخوردن گفتم اوه چقدر کیکات خوشمزه است فلان، که دیگه تصمیم گرفتم که زمانی که تو ایران بودم برم این هنرم رو حرفه‌ای‌تر یاد بگیرم، که این باعث شد رفتم کلاس دوره کیک پزی هم دیدم و یه سری فوتو فنی یاد گرفتم که کیک های منو خیلی 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 هم از لحاظ خوشمزگی و بافت و اینا و هم از لحاظ دکور و اینا خیلی قشنگترش کرد. ولی خب به محض اینکه من اون دوره رو تموم کردم دیگه مهاجرت کردیم و اومدم اینجا و درگیر کار و رشته تحصیلی خودم شدم و اینه که کلا کیک پزی رو برای مسئله سرگرمیش و اینا گذاشتم به صورت کار حرفه‌ای کنار، ولی همیشه به یادشم و همیشه به فکرشم و شاید فکر میکنم که میتونه برای من یه پلن بی باشه که اگه یه روزی نخواستم یه جای شاغل باشم و بر خودم کار کنم به این قضیه فکر کنم، چون کاری که واقعا دوستش دارم و وقتی که کیک درست میکنم جزو عمرم حساب نمیشه. خیلی به این کار علاقه دارم. خب بچه‌ها دیدید که چجوری ما این مواد رو هم زدیم. الان این مایه رو ما باید منتقل بکنیم به قالب اصلیش. خب این قالب اصلیش که از قبل مطمئنیم که چرب شده، برای خالی کردن تو قالبم همه رو یهویی از یه جا نمیریزیم، سعی می‌کنیم آروم آروم. حالا این بار قالب من این شکلیه و دفعه بعد هم در مورد قالب‌های دیگه بهتون میگم که در مورد هر قالبی باید چجوری رفتار کنیم و چجوری مواد رو داخلش بریزیم. بچه‌ها همین نکات خیلی خیلی کوچولوئه که بهتون کمک میکنه که کیکتون خیلی پف بکنه. و یه مسئله خیلی 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 مهمه دیگه هم که بچه هیچ وقت در مورد ریختن آرد زیاده روی نکنین. به قول معروف هر چقدر دستتون توی ریختن آرد کمتر باشه، بتونید کمتر از یک کوچولو اون میزانی که ازتون خواسته آرد اضافه کنین، بافت کیکتون هم پفکی تر میشه و هم نرمتر. این قلقیه که من خودم بهش رسیدم تو همه این وقتا و همه هم هی به من میگن چقدر کیکای تو نرمه. همین در مورد ریختن آرد همیشه یه ذره خسیسی کنید. خب این از کیکمون میره داخل فر. خب در فر رو باز کردیم. سعی کنید تایم طولانی در فر رو باز نذاریم به خاطر که داخلش به دمای مطلوب رسیده. کیکمون رو میذاریم داخلش، درش رو میبندیم. من حدوداً روی دمای 180 درجه گذاشتم. خب قشنگای من یه چیزی رو باید بهتون میگفتم، دمای فر من 180 درجه است. من به این دما روی فر خودم عادت کردم و به نظر من دمای مناسبیه برای کیک های من. معمولا این کیک دماش 175 الی 180 درجه سانتیگراده، بستگی به فرتون داره. فر من فر برقیه، من دما رو 180 درجه انتخاب میکنم براش. حدودا معمولا میتونم بگم حدود 45 دقیقه زمان نیاز داره، ولی من دقیقاً به شما خواهم گفت که بعد از چند دقیقه من این کیک رو برداشتم و این کیک چه شکلی شده. فعلا بریم تمیزکاری کنیم تا کیک خوشمزه‌مون تو بپزه و عطر وانیل جذابش بیاد بیرون. خب بچه‌ها جون 40 دقیقه گذشت. من چیزی که آماده کردم یه دونه از این توریاست برای اینکه کیکم رو روش خنک کنم. 40 دقیقه گذشته، میخوام برم به کیکم سر بزنم. اگر دیدم که روش قهوه‌ای شده یعنی که کار تمومه و میتونم درش بیارم. کیک من اومد بیرون، خیلی هم عالی شده. اینم از روش میذارمش پایین. این توری که برای خنک شدن کیک گرفتم میذارم روش. مواظب باشین که دستتون نسوزه. اینو به این شکل و اینطوری برش میگردونم روی توری. خیلی خیلی مهمه قبل از اینکه دمای کیکتون بیاد پایین
اصلا و ابدا نباید که کیک رو برش بدین یا اینو از قالب درش بیارین. حدود نیم ساعت حداقل صبر کنید که این حسابی خنک بشه. بعدا میتونید به جای اصلی به ظرف دیستون یا دکورتون یا ظرف سروتون منتقلش بکنید. این از کیک جذابمون. من دوست دارم همینطور ساده سروش کنم. اگه دوست داشته باشید میتونید روشو پودرقند بزنید یا از اینا که ما بهش میگیم بونتشترویتزل بهش بزنین، از این شکرک های رنگی، یا اینکه رو شکلات آب شده بریزین. من متاسفانه شکلات آب شده ندارم ولی دفعه بعد بهتون یاد میدم که چجوری میشه درستش کرد. یکم از این خوشگلا میریزیم روش برای قشنگیش. یک کوچولو و میریم که ببریمش. یعنی نگم براتون که چه بوی فوق‌العاده‌ای میده. این بافت کیکمون میبینی؟ و این هم نرمیش و اسفنجی بودنش. بریم یه تست ازش بگیریم. طعمش عالیه. همونطوری که بهتون گفتم طعم کره آب شده‌ای که با وانیل مخلوط شده و در عین سادگی یک طعم فوق‌العاده رویایی نوستالژیک داره. به این درستش کنین، حالش رو ببرین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اینکه به امید ویدیوهای جذابتر تا برنامه بعدی مواظب خودتون باشین. خداحافظ.